پس از یک جراحی مشکل پیوندسازی گرده، محشد حمیدی همسر ایبی هنرمند معروف ایرانی تبار امریکا میگوید وضع صحتیش معتدل است و چند روز به این سو مستقلانه راه می رود. خانم محشد با استقبال از کار طبیبان تاجیک گفت عملیات پیوندسازیش موفقانه بوده است و قرار است بعد از چند روز از بیمارستان مرخص شود. واقعا تیم فوق‌العاده اینجا کار میکنن، پزشکای جوان بی نهایت با استعداد و مهربون، از همه چی مهمتر بی نهایت خوشحالم این جراحی رو اینجا انجام دادم، برای اینکه بی نهایت مهربونن. همه کادر پزشکی، پرستارا، اشخاص دیگه‌ای که اینجا کار میکنن. همسر ایبی را روز چهارشنبه هفته گذشته در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در دوشنبه جراحی کردند. مورد جراحی خود ایبی، شوهر محشد، فرزندان و دوستانش حضور داشتند. خانم من یه بیماری ارثی در خانواده هست، یعنی مادرشون داشتن، برادرشون داشتن، اکثرا تمام فامیلشون این بیماری داشتن. هرچند ایبی شوهر محشد برای انجام یک برنامه هنری به امریکا برگشته است، اما از وضع صحتی همسرش هر لحظه آگاه می شود. به قول محشد، او از همسرش ایبی خواسته است زیاد نگران و سرگردان نشود. هر هفته در راه طولانی امریکا و تاجیکستان وقت را صرف نکند. تقریبا 20 ساعت پروازه هر دفعه که بیان و برن و هر آخر هفته برنامه داره، کنسرت داره در شهرهای مختلف. اینی که ازش خواستم که این هفته رو خواهش کردم که نیاد، یه ذره استراحت کنه. به هر صورت منم در قرنطینه هستم و نمیتونم به اون صورت کسی رو ببینم یا ملاقاتی داشته باشم. محشد با ایبی 27 سال قبل در امریکا ازدواج کردند. از همان سال محشد در تهیه برنامه‌های هنری و تهیه کلیپ‌های شوهرش با او همکاری دارد. مشورت با شاعران و آهنگسازان برای تهیه کلیپ‌های ایبی هم مسئولیت محشد است. ایبی هم از همکاری با همسرش محشد تعریف می‌کند و میگوید هنوز هم عاشق و هم همکارند. من همه آهنگای عاشقانه رو برای همسرم خوندم. پس شما دوست داشته ازدواج کرده؟ بله. ایبی یا ابراهیم حمیدی از خواننده‌های موفق و معروف ایرانی تبار امریکا است. هر سال در گوشه‌های مختلف دنیا برنامه‌های هنری و کنسرت‌ها اجرا می‌کند. اما این برای بار اول است که ایبی به تاجیکستان آمده و این هم برای جراحی همسرش. او میگوید تصمیم دارد در نوروز آینده در تاجیکستان چند برنامه کنسرتی برگزار کند و با گوشه‌های مختلف تاجیکستان آشنا شود.